سلام به همگی، حالتون چطوره؟ مهدی کیوزت هستم و اومدیم که با هم بریم کلا آموزش پیانو رول رو ببینیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه ها، اومدیم توی محیط FL استودیو. اگه ویدیو قبلی منو ندیدین این بالا ویدیوش میاد، حتما بریم ویدیو رو ببینین و بریم سراغ آموزش. بچه ها توی چنل رک من یه دونه هایت اضافه کردم، یه دونه پرک، یه دونه کلپ و یه دونه هم پیانو اضافه کردم که پیانو برای فلکس هستش، پریست گرند پیانو. خب وقتی آقا ما میخوایم وارد پیانو رول بشیم، یا میایم روی VST که دلمون میخواد نوت بذاریم رو یا میایم از اینجا کلیک راست میکنیم پیانو رول رو میزنیم، میایم این داخل، یا هم از اینجا این بالا قسمت پیانو رول رو میزنیم که ترجیحاً نظر من بهتره اینه که توی چنل رک کلیک راست بزنیم و بیاین داخل پیانو رول. خب آقا من اومدم توی پیانو رول، از قبل 4 تا آکورد چیدم: لا ساسپند 4، دو ماژور، سول ماژور و می ماژور 7. با هم گوش بدیم از آکوردهای ما. خب الان از این بالا شروع کنیم بریم سراغ آموزش. بچه اگه این گزینه رو بزنین، کلا به جای اینکه به جای اسپیس بار رو بزنین، کل این پترنی که توش آکورد چیدین، درام چیدین براتون پخش میشه. نگاه کنین که این از این گزینه رو شما میتونین اینجوری خودتون دستی عقب جلو کنین تا صدای نوتایی که گذاشتین رو بشنوین، یا هم اگه این غیر فعال هستش، اگه آلت رو نگه دارین و کلیک راست رو بزنین همون اتفاق میفته براتون و هیچ فرقی نداره. این گزینه بخش زوم هستش. اگه این بخواین این قسمت رو زوم کنین، اینجا رو زوم میکنین و برعکس اگه کلیک راست بزنید براتون جمع جورتر میشه. یا شما اگه میخواین از اینم زومش کمتر بشه، کنترل نگه میدارین و غلطک ماوستون رو عقب جلو میکنین. حالا اگه خیلی غلطک ماوستون رو جلو کردین اینجوری میشه، و اگه غلطک ماوستون نگه دارین میتونین با این حرکت این ور اون ور برید. و همین سادگی که توی پلیلیست این حرکت خیلی خوبه. بچه این گزینه سلکت هستش که شما وقتی میخواین سلکت کنین از این گزینه انتخاب میکنید. از این گزینه انتخاب میکنیم. ولی خب یه گزینه هم هستش که وقتی که شما میخواین که مثلا جداگانه یه دونه این نوت و یه دونه این نوت انتخاب کنین، با این ابزار نمیتونید انتخاب کنین. مجبورین که حالا روی ابزار پن باشه، کنترل و شیفت رو نگه دارید و اینجوری اینا رو به این صورت انتخاب کنید. حالا اگه دلتون خواست دلتشون کنید، یا که نه کنترل زد میزنن برگرده که به این صورت. این ابزار کات ما هستش، با کلید میانبر سی هم میاد که شما اگه دلتون خواست میتونید هر جایی که دلتون بخواد رو کات کنید. و مثلا اگه کلیک راست رو نگه داریم و کات کنید، اونجا که کات شده سمت راستش کلا از بین میره. کنترل زد میزنم برگرده، چون میخوام اینا هم برگرده کنترل آلت زد رو نگه میدارم تا اینا هم برگرده. این قسمت میوت هستش. اگه من این گزینه رو بزنم و روی اینها کلیک کنم، دیگه این نوت ها با این که توی پلیلیست ما هستش ولی خب دیگه صداشون شنیده نمیشه. برعکس اگه شما بخواید اینا رو از حالت میوت در بیارین، دوباره روشون کلیک میکنید و از حالت میوت در میاد. این قسمت دیلت ما هستش. دیلت پاک کردن هم منظورم همون هستش که میتونید شما اینجوری هر چی که دلتون میخواست رو پاک کنید، ست زدم برگرده. یا هم نه، اگه روی گزینه پن هستین کلیک راست رو نگه دارین، همون اتفاق میفته و هیچ فرقی نداره. بچه این قسمت ابزار براش برای بیشتر درست کردن درام خیلی کاربرد داره. شما این حالتی میتونین که به تعداد خونه های میزان خودتون نوت بذارید که توی درام بیشتر کاربرد داره. اگه من بیام اینجا روی های هت به شما نشون بدم، بیام این ابزار رو میزنم و به این شکل که به این شکل من میتونم یه دونه درام معمولی بچینم. حالا که این ابزارم همون ابزار براش هستش، منتها هر نوتیو که بزنین با همون اندازه شما میتونید این کار رو انجام بدید و
به این شکل. فرقش با این یکی براش اینه که این به اندازه میزان شما برای شما نوت میذاره، ولی این یکی که انتخاب میکنیم ابزار پینت، ابزار پینت، اون به اندازه نوتی که انتخاب کردیم برای شما نوت میذاره. ابزار پن هم که یه ابزار دیگه است که میتونیم باش نوت بذارید و اندازه هاشون رو بزرگ کوچیک، از راست چه از چپ. شاید کوچیک بزرگ کردن شما از سمت چپ غیر فعال باشه که الان بهتون نشون میدم. بچه این ابزار لوپ ما هستش. وقتی لوپ میذاریم به چه معنیه؟ که وقتی شما لوپ میذارید بیشتر توی درام کاربرد داره. اینجوری که مثلا من میام اینجا یه دونه درام میچینم، مثلا یه دونه اینجا، یه دونه. بچه ببینید چون ابزار لوپ فعال نباشه اینجوریه، ولی وقتی ابزار لوپ فعاله شما، من اینجا فقط یه دونه این دوتا رو گذاشتم، ولی بقیه‌اش هم دوباره داره تکرار میشه بدون اینکه من دخالتی داشته باشم. با هم گوش بدیم یه بار بدون لوپ. و الان با لوپ گوش بدیم. که اینم کاربرد لوپ هستش که توی درام بیشتر کاربرد داره، که شما میتونین، من اکثرا استفاده نمیکنم تا حالا یادم نمیاد که استفاده کرده باشم، مگر اینکه ببینم که موقعی که دارم یه لوپ درست میکنم ببینم که صدای اون اجزای درامی که استفاده کردم چطوری در میاد. خب بگذاریم بریم سراغ ادامه کار. بچه این گزینه‌ای که اینجا میبینید، گزینه استمپ، یکی از پرکاربردترین گزینه‌ها توی FL استودیو و واقعا از وقتی که این گزینه از اول تو FL استودیو بوده کمتر کسی سراغ تئوری موسیقی رفته، چون کاملا تئوری موسیقی توی این گزینه اومده. مثلا شما نمیدونید آکورد مینور چطوریه، این مینور رو انتخاب میکنید و اینجا کلیکش میکنید و هر جا که دلتون بخواد میبرینش و هر جا که اینو بذارید مینور اون نوت هستش. یا مثلا مینورش رو نمیخواین، شما میایین که مثلا آکورد دیمینیشت شما مثلا میخواین، مثلا آکورد دیمینیشت هر نوتی رو براتون نشون میده که شما نمیتونید جداگونه اینجا رو انتخاب کنید. برای اینکه جداگونه بتونید اینا رو جابجا کنید باید اینا رو انتخاب کنید از قسمت گروپ. اینجا آلت یا کلید میانبر آلت جی رو بزنید. الان اینا رو شما هر جا که دلتون بخواد میتونید ببرید. یا هم که مثلا نگاه کنی، اگه من دارم اینجا مثلا یه دونه آکورد ره ماژور رو درست کردم، ببینم، بله ره مینور رو درست کردم. الان من میخوام این آکورد ره مینور رو من گروپش کنم، میام از اینجا توی بخش گروپ شیفت جی یا هم میتونستم بزنم و اینا گروپ شدن و اگه بخوام با یک کلیک همشون پاک میشن به این شکل. و این بخش آکورد ها هستش و این بخش هم بخش گام ها هستش. مثلا وقتی شما میخوایم بدونین که گام ماژور مثلا نوت دو ماژور مثلا از چیا درست شده، اینو میزنیم و میبینیم که گامش از چه نوت‌هایی درست شده به همین سادگی. و نیازی نیست که شما تئوری بلد باشین، ولی نه بچه‌ها شما حتما برین تئوری رو یاد بگیرین. و اینم یه نکته‌ای داره که چطوری میتونین باش یه کاری کنین که دیگه حفظش نکنین از طریق گوست چنل ها که توی شورت ویدیو براتون میذارم. این قسمت بخش تولزه که باید بگم که پرکاربردترین ابزاره که توی پیانو رول استفاده میشه. بخش ریف ماشین رو من تا حالا استفاده نکردم واقعیتشو بخواین، چون هر چیزی که داره توی بقیه یعنی همه ابزار اینا توی بقیه اینجا هستش. یعنی به جای اینکه شما ریف ماشین بزنید میتونید بیاین یا جداگونه انتخاب کنید همشون. که من ریف ماشین رو نمیگم، بقیه‌شو میگم. توی کویک لگاتو شما مثلا اگه کویک لگاتو اگه کنترل ال بود اگه اشتباه نکنم،
درسته. اگه شما یه نوتی که مثلا میزان کوچیکتری داره نسبت به بقیه رو نگاه کنین و کنترل ال رو بزنین و اندازه اون میزان این بزرگ میشه. برعکسش هم هستش که شما بیاین از articulate استفاده کنید. شما میتونید که اینو کوچیکترش کنین به هر اندازه‌ای که دلتون میخواد و کاملا سلیقه‌ایه. اینم ویژگی articulate هستش. articulate حالا ببخشید اگه تلفظش رو اشتباه میگم. توی بقیه ابزار تول بخش کوانتایز داریم. بخش کوانتایز به این معنیه که من میام نودها رو خارج از میزان میذارم و وقتی که میخوایم اینا رو کوانتایزش کنم یا مثلا میام کنترل کیو، آلت کیو، شیفت کیو همشون میشه. مثلا من شیفت کیو رو میزنم به نزدیکترین میزانی که هستش اونا میچسبم. مثلا کنترل کیو، هم آلت کیو، مثلا الان همشون توی میزانا وصلن. حالا من مثلا میام اینا رو کنترل کیو میزنم همشون رو وصل میکنه به نزدیکترین میزانی که هستش. و بچه نظر منو میخواین هیچ موقع از کوانتایز استفاده نکنید، چون کوانتایز باعث میشه که جونم بهتون بگه که صدای شما، نوت‌گذاری شما حالت رباتیک پیدا کنه. من خودم شخصا هیچ وقت از کوانتایز استفاده نمیکنم. باشه، کویک چاپ میاد نوت‌های شما رو کات میکنه، اسلایس میکنه به اصطلاح. و نوع کاربردی نداره به نظر. کاربرد داره، من استفاده نمیکنم. مثلا اگه الان شما بیاین این قسمت رو نگفتم اسنپو. خب اگه شما بیاین مثلا اسنپتون رو بذارین روی 1/4 رو میبینین که میزاناتون به قطعات کوچیکتری تقسیم شد و اگه شما بیاین چاپ رو بزنین و همون اندازه تقسیم میشن. یا میتونید شما به صورت دستی این گزینه آلت یو رو بزنید و به این شکل هر اندازی که دلتون میخواد اینا رو به نوت‌های کوچیکتری تقسیم کنید. اسنپ رو بذار ادیت رو تموم کنم، اسنپ هم بهتون. بخش گلو بچه ها مثلا اینجا که مثلا میبینید نوت میو من دوبار تکرار کردم یا نوت سول رو یا مثلا نوت ره رو، گلو رو اگه بزنم میاد اون نوت ها رو به یه نوت تبدیل میکنه که اگه من میخواستم یه نوت باشه که خودم طولانی ترش میذاشتم دیگه، که من خودم شخصا اینو استفاده نمیکنم. حالا کاربرد داره. مثلا شما وقتی میخواین پن بچینید میتونین بیاین از این استفاده کنین که دیگه راحت پن بچینین و کارتون راحت باشه. آرپژ که آرپجیتور یا آرپژ یکی از مهمترین بخش های هر موسیقی هستش. هر آهنگسازی، هر پرودیوسری، هر تنظیم کننده ای باید بدونه که چطوری آرپژ درست کنه. وقتی شما یه دونه آرپژ میزنین، آرپژ یعنی تکرار چند نوت رو آرپژ میگن. حالا مثلا این مثلا مدل اکسیژنش هستش. شما میتونین بیاین از اینجا و انواع مدل شما میتونین بیاین انواع و اقسام آرپژ ها رو ببینید، یاد بگیرید، نوع پترنش رو فلیپ کنید، آلترناتیو کنید، رنجش رو بالا پایین یاد کنید. مثلا تایمش رو مثلا بگید فقط بیت باشه، یا مثلا از اینجا تعداد نوت‌هاش رو کم و زیاد کنید، یا مثلا به قولی درازیشون رو انگولک کنید و از اینجور حرفا. که به نظرم اگه خودتون به سلیقه خودتون آرپژ درست کنید بهتره. بخش استرام رو داریم که استرام نمیذاره که صدای ما رباتیک باشه، مثل اینجوری مثلا حالت اینجوری بزنه. مثلا وقتی مثلا شما وقتی گیتار میزنی یا مثلا پیانو میزنی هیچ وقت آکورداتون رو همزمان نمیزنی، بلکه دیر و زود داره، تأخیر داره، که این استرام میاد همین کار رو انجام میده. شما گوش بدین. در حالی که تو حالت معمول اینجوری هستش که استرامو حتما انجام بدین توی هر آکورد گذاریتون. باعث میشه که کارتون خیلی حرفه‌ای تر دیده بشه، که من خودم همیشه انجام میدم. فلم رو داریم بچه. فلم میاد یک نوت قبل این که
آکورد شما، نوت شما اضافه میکنه که من خودم پیشنهاد نمی کنم. هر جا که خودم نیاز داشته باشه این کار رو انجام میدم. بخش فلو ماشین رو داریم که میاد میتونم بهتون بگه که آکوردهای شما رو که آکورد چیدین بسته به بسته به تنظیمات خودتون میاد میزاناشون رو متفاوت میکنه. من الان اینجا رو اومدم روی 2/3 روی 2 بیت یا مثلا روی 8 بیت من چیدم و کلا خارجه، یعنی میزاناش متفاوته و اینم کاربردیه برای اینکه بتونین که مثلا گوش بدیم اینو. مثلا اگه مثلا یه موزیک خواستین درست کنین، خلاقیت به خرج بدین، این خودش ابزار مفیدی هستش که میتونید باش انجام بدین. بچه بخش لیمیت بهتون مثلا میگه که شما از تو چه رنجی دوست دارید که آکورداتون باشه، یعنی نوتایی که گذاشتین تو چه رنجی باشه. مثلا من انتخاب کردم که اسکیلم مثلا دو ماژور هستش، اسکیلم دو ماژور هستش و من دوست دارم که این اسکیلم حالا مهم نیستش، اسکیلم این هستش، اسنپم مثلا اینجوریه اونجوریه و دوست دارم توی این رنج باشه آکورد گذاری من. یعنی شما هر نوتی که گذاشتین توی این رنج برای شما گذاشته میشه این آکورداش، که اینم یه خوبه چون مثلا وقتی مثلا شما میان یه آکوردی یا از اینجا مثلا یه نوتش اینجاست مثلا اینجاست، خب شاید صداش قشنگ باشه که 100% هم هستش، گوش بدیم. صداش قشنگه ولی باید نوتی بردم بالا. این صداش قشنگه ولی خب هیچ وقت با یک دست نمیشه همچین آکوردی رو زد و آلت کی و همون لیمیت کردن باعث میشه که آکورد گذاری های شما طبیعی تر دیده بشه، که مثلا شخص شنونده یا مثلا یک شخص حرفه‌ای که داره موزیک شما رو فکر کنه که آره این مثلا آکورداشو دستی زده که اومده توی پیانو رول چیده، ریکورد کرده در واقع. بخش فیلیپ یعنی برعکس کردن، که مثلا اول که آکورد من لا بود الان اومده شده می، یعنی در واقع چرخونده کل آکورد. حالا شما اینو میتونید به صورت افقی یا به صورت عمودی این کار رو انجام بدید. توی صورت افقی هم یه کاربردی داره، مثلا وقتی شما میخواین ریورس درست کنین میتونید اول اینجا رو به صورت فیلیپ کنید، بعدش ریکورد کنیم، ریورس کنید و بعدش دوباره برگردونیم به حالت قبلیش که خیلی کاربردیه برای حالا بگو همه چه ربط داره به خلاقیت خودتون. بخش رندومایز بچه‌ها، اینجا توی رندومایز من بیشتر از ناب ولوسیتی و ناب پنینگ استفاده میکنم. ولوسیتی میزان فشاری هستش که به کلاویه میاد و پنینگ هم ربط داره به شنیده اومدن صدا از سمت چپ یا از سمت راست، که اگه به سمت راست ببرید، البته این رندومه، پن وقتی به سمت راست میره یعنی صدا از سمت راست میاد و وقتی از سمت چپ میره یعنی صدا از سمت چپ میاد. ولی چون این رندومایزه این پایین بهتون نشون میده که در واقع نوتای شما به چه سمتی دارن پن میشن، که توی درام بیشتر کاربرد داره. ببرم روی ولوسیتی، ولی همیشه رندومایز رو روی ولوسیتی روی آکورداتون انجام بدین، خیلی خوبه، باعث میشه که طبیعی تر دیده بشه. اسکیل لول هم که دوباره همینه، وقتی شما رندومایز کردین میتونین که به وسیله این ناب مولتی پلی توی وسطش اینا رو دست جمعی کم و زیاد کنید، که من خودم همیشه بعد رندومایز این گزینه رو انتخاب میکنم که کلید میانبرش هم آلتیکس هست. LFO هم دوباره همون مربوط به ولوسیتی و نمیدونم پنینگ شماست که اکثرا روی ولوسیتیه، که همه‌شون رو دست جمعی کم و زیاد میکنه.
یعنی اینجوری نگاه کنید ببینید همشون اینجوری دست جمعی داره کم و زیاد میکنه که رندومایز از این بهتره به نظر من. من خودم هیچ وقت از LFO استفاده نکردم. این بود کلا از بخش اینجا ادیتش، نه ببخشید تولزش، که من تولزش رو کامل به شما گفتم. یه بخش اسنپ داریم که اسنپ به معنی اینه که همون آهنربا هستش که نوت‌های شما تو چه بخشایی مثلا تنظیم، میزانهای شما به چند بخش تقسیم بشه در واقع، که درست‌ترین تعریف این بود که هر شاید اینجا یه دونه 1/4 بیت داریم، 1/4 نگاه کنیم وقتی من ششم استپ، یعنی هر میزان من 1 2 3 4 5 به 6 تا قسمت تقسیم میشه. وقتی میذارم توی 1/4 1 2 3 4 قسمت تقسیم میشه هر میزان از این دو هستش. من حالا این میگم که برای شما راحت تر باشه. وقتی هم که میان روی 1/4 میذارین خب 100% اینا 1 2 3 4 5 6 7 8 در واقع استپ ها 2 برابر بیت ها هستش. وقتی میگه 1/4 در واقع میشه 1/8 که من اینو همیشه روی بخش لاین میذارم که توی آکورد گذاری زیاد به مشکل نخورم که ببخشید یهویی دستم بخوره و نمی‌تونم اونور بشه. توی درام گذاشتن درام زیاد. خب این از این بخش فایل رو داریم که شما میتونین که اگه یک میدی رو مثلا سیو کردین، یک میدی رو سیو کنین یا یک میدی رو وارد کنین به پیانو رولتون. توی بخش ادیت ما بخش کات و کپی و دوپلیکیت و دلت رو داریم که تمام میانبراش اینجا هست. شیفت رایت و شیفت لیت اینجوریه که شما اگه شیفت رو نگه دارین و کلیدهای چپ و راست رو بزنید به این صورت میشه. اگه بالا پایین هم کنید میزاناتون بالا پایین میشه. مثلا الان اینجا فکر کنم ره ماژور هستش و کلا قام ما عوض شد رفت روی ره ماژور. قشنگم بود شما. و ادیت بودیم. بچه اگه این گزینه رو شما فعال کنید، الان من غیر فعالش میکنم، شما نمیتونین از سمت چپ نوتاتون رو کم و زیاد کنید یا مثلا کات کنید، ولی اگه شما بیاین گزینه رو فعال کنید میتونید از سمت چپ هم اینا رو کم و زیاد کنید، هم از راست میتونید هم از چپ میتونید که من خودم شخصا اینو روشنش گذاشتم. بقیه چیز مهم نیست. تولز رو گفتم، استمپ هم گفتم. بخش ویو بچه اینجا یه دونه گرید مهمه و هلپر که توی یه دونه شورت ویدیو حتما براتون میذارم، خیلی کاربردیه برای کسایی که تئوری نمیدونن. نوت لنگس ها رو هم که اینجا توی ولوسیتی وقتی این گزینه فعال میشه نگاه کنید، اینا نشون میده که مثلا چه نوتی تا کجا مثلا کشیده شده که من شخصا اینو فعالش میکنم. بچه ها گوست چنلز ها به این شکله که وقتی توی یه پترن مثلا من چند تا آکورد گذاشتم، اگه بیام روی بخش های هت من میتونم ببینم که توی مثلا پیانویی که گذاشتم چه نوتایی گذاشتم و وقتی مثلا من میخوام بیس بذارم میام اونا رو روی نوتای بیس هم میذارم که خیلی کاربردی خوشم میاد. من از اینجا یه گزینه هم داره که ادیتیبل گوست چنلز رو که وقتی شما میتونین بدون اینکه برین توی اون چنل گوست چنلتون رو تغییر بدین که من اینو پیشنهاد نمیکنم. به نظرم همیشه بذارین که خاموش بمونه. نفس کم آوردم. بک‌گراند ویو فرم رو داریم. بچه‌ها بک‌گراند ویو فرم به چه دردی میخوره؟ مثلا شما درام یه دونه لوپ درام داریم مثل این، اینو میاین اینجا میندازین که کلا نشون میده که آقا این لوپ مثلا اینجاش یه چیزی خورده، اینجاش یه چیزی خورده و شما میتونین بیاین که به صورت دستی اون چیزا رو برای خودتون درست کنید. حالا شما میدونید اگه میخواین اینم بره کلید Alt N رو نگه میدارید و این میره. خب برای چیدمان درام از روی یه لوپ خیلی کاربردیه. بعدش کیبورد استایل هم این بغل اینجا که کیبورد هستش اینا رو تنظیمات اینا هستش. به نظر من
سلیقه من اینه که روی کلاسیک باشه و لیبلارم فقط کلید روت نوتا رو، کلیدهای پایه رو نشون بده که روت نوت اساسی پیانو 2 هستش یا همون سی انگلیسی هستش. بچه اگه روی اول نوت هستش به نظر من خاموش کنید که وقتی دیگه عادت نکنید که ببینید از روی شکلا ببینید که روی کدوم نوت هستش، حفظ کنید. اینو دیگه یه چیزی که باید همتون بدونید، باید حفظش کنید. خب از سمت ویو توی گرید کالر هم شما میتونید که بک‌گراند جایی که نوتاتون رو میذارید مثلا میتونید این رنگی کنید، هر رنگی که خلاصه دلتون میخواد رو میتونید انجام. کانترست این خطای عمودی هستش که بهتون نشون میده. تایم سیگنچر هم که میده که این تایم سیگنچر منظور این کسر میزان شما به چه صورت باشه. حالا بیت به شکل بیت برای من نشون میده، راحت تر کارم بدم. خب تو نوت کالرا مونده، هم بهتون میگم بچه‌ها. توی نوت کالرا وقتی میاد نوت کالر، من مثلا اینو دیفالتش مثلا این رنگش اینه، ولی من نوت کالر اینو راست که رنگش این باشه. شما مثلا اگه میخواین رنگ نوتتون مثلا یه رنگ دیگه باشه، میان از اینجا به این صورت انتخاب میکنید که اینم کاربرد خودشو داره، مخصوصا توی کانتکت که باعث میشه که مثلا اگه شما توی کانتکت مثلا توی یه دونه کانتکت مثلا 3 تا مثلا بانک صدا اضافه کردین، میتونید هر رنگ رو شما تا میتونید 16 رنگ تعریف کنیم به کانتکتتون و اون رو هر رنگش برای مخصوص به یه VST و یه بانک صدا باشه. بچه آقا اینجا یه دونه گزینه اسلاید رو داریم که وقتی گزینه اسلاید رو میزنیم یه دونه همچین شکلی میاد بغلش. این یعنی چی؟ وقتی این اسلاید بالای این نوت ها قرار میگیره، یعنی همه این نوت ها رو به اندازه این نیم پرده یا پرده بکش بالا. گوش بدیم که به این شکل میشه. حالا اگه این بیاد اینجا باشه، این بالایی ها به اندازه این نیم پرده میان پایین، یک نیم پرده یا پرده میان پایین و این دوتا نوتا به اندازه این نیم پرده یا پرده میان بالا. گوش بدیم به این شکله. حالا یه نکته خیلی جالبی هم که داره، من مثلا میام نوتم رو مثلا یه دونه این، خب صدا اینم میاد. خب الان میام اسلایدم رو به همین رنگ میزنم. یعنی چی؟ نمیدونم متوجه شدین یا نه. وقتی که رنگ نوت و رنگ اسلاید من هم یکیه، فقط روی این دوتا تاثیر میذاره. یعنی این رنگ آبی نمیاد روی رنگای سبز تاثیر بذاره. اینم یه کاربرد دیگه است که شما میتونین انجام بدین. معمولا این گزینه اسلاید روی VST های خود FL استودیو و سمپل پک ها انجام میشه. مثلا اگه شما میخواین روی سرم این تکنیکو بزنین، انجام نمیشه که اونم خودش یه دونه روش دیگه ای داره که اگه بخواین میتونم بهتون یاد بدم. ویو رو گفتیم، اسنپ رو گفتیم، سلکت هم که اینجا فقط یه دونه رندوم سلکت مهمه که اونم بیشتر انجام نمیشه. شما اگه شیفت ام رو نگه دارین یا مثلا شیفت آر رو بزنین، میتونین به صورت رندوم یه سری نوتا رو انتخاب کنین. بخش گروپ رو هم گفتم. بخش زوم هم که شما نیازی نیستش، اگه کنترل رو نگه دارین و غلطه که ماوستون رو بدین عقب جلو، میتونین که هر جا که دلتون میخواد زوم کنید یا زوم این کنید یا زوم آوت کنید. حالا مثلا امکان داره که مثلا اینجوری بشه دستتون بخوره ایوا یهویی اینجوری شد. اصلا نگران نباشید. این گوشه سمت راست اگه اینجا رو کم کنید، حتی خیلی هم میتونید کمتر کنید تا این حد. خب اگه اینا رو کم کنید میتونید که جونم بهتون بگه که این مشکل هم حل کنید.
خب بخش تایم مارکر هم هستش که شما میتونید که با کلیک زدن آلت تی مثلا یه دونه مثلا چیز بنویسید، مثلا اینجا باشه، مثلا هر جا که دلتون میخواد یه دونه بزنید و هر چی که مثلا سابسکرایب کنید ما رو و هر جا که دلتون میخواد میتونید که اضافه کنید، یک راستم بکنید، دلتشو بزنید و تارگت چنل ها رو هم که بچه ها نیازی نیست، از اینجا میتونید همینجا تارگت چنل ها رو ببینید. اگه توی پترن چند تا گزینه دارین و انتخابش کنید، برین مستقیم روی اون صدا. تارگت کنترلر هم همین پایین هستش، شما میتونید از اینجا بخش پنینگ، بخش ولوسیتی، بخش ریز و بقیه چیزا دسترسی داشته باشین که مهمترینشون ولوسیتی و پنینگ هستش و اتو اسموسینگ و سنتر رو اینا نیستن. فقط اینجا یه دیتچ هستش. دیتچ مهمه. داشت دیتچ به چه معنیه؟ دیتچ یعنی این که آقا این پیانو رول من همیشه رو جلو باشه. ببین اگه این دیتچ غیر فعال باشه، من الان وقتی مثلا یه چنل رک رو باز میکنم این چنل رک میاد روش، ولی اگه دیتچ من فعال باشه، من هر چقدرم چنل رک رو بزنم نمیاد روش، مجبورم بیام پایین تر چنل رک رو بزنم تا ببین الان من هر چقدر میخوام چنل رک رو بیارم بالا نمیشه، ولی اگه من دیتچ رو بزنم نگاه این چنل رکه میاد جلو. و اینم کلا آموزش پیانو رول بود. نفس کم آوردم از بس تون گفتم. امیدوارم که به دردتون خورده باشه. سوالی بود حتما بگین بچه‌ها. ببخشید که من تون گفتم دیگه، نمیدونم به دردتون خورد به دردتون نخورد. ببخشید که جمعه نتونستم ویدیو بذارم، ولی مرسی که تا اینجا ویدیو با من بودین. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای مهربون میسپارم. پیس.